سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز جمعه 1 ایول را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم میکنم. در ترکیه مراسم جنازه قربانیان بمبگذاری‌های مرگبار در فرودگاه بین المللی استانبول برگزار شد. مراسم جنازه روز 1 ایول در آرامگاه در ناحیه زیتون برنو در شهر استانبول صورت گرفت و 4 نفر از قربانیان حمله شب 28 ایون دختران یک شهروند افغان تبار ترکیه هستند که برای تجلیل عید فیتر به استانبول آمدند. شناسنامه‌هایمان را تفتیش کردند و ما از ترمینال بیرون شدیم. من برای دعوت تاکسی برآمدم. همان لحظه انفجار به وقوع پیوست. اویلم در همانجا بود. من 5-6 متر دورتر بودم. من برگشتم ولی تمام فرزندانم پلیس ترکیه روز 30 ایون نوار ویدیوی حمله 3 مرگطلب به فرودگاه آتاتورک استانبول را نشان داد که در جریان آن 43 نفر کشته شدند و 239 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات یک از این بمبگذاران مرگطلب از داغستان روسیه و 2 نفر دیگرشان از ازبکستان و قرقیزستان بودند. مقامات تاجیکستان اعلام کردند نیروگاه برق آبی راغون را یک شرکت عظیم ایتالیایی بنیاد می‌کند. مقامات نیروگاه راغون گفتند شرکت سالینی امپرجلا در آزمون بین المللی بنیاد راغون پیروز آمد و روز 1 ایول سازشنامه در این زمینه به امضا رسید. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری هم گفت که ارزش طرح راغون تقریباً 4 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد و مسئله ساختمان در ملاقات امام علی رحمان با پیترو سالینی مدیر شرکت بررسی شد. حکومت تاجیکستان میگوید نیروگاه راغون در صورت مورد بهره برداری قرار گرفتن سالانه بیشتر از 13 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید می‌کند که هم برای تاجیکستان و هم برای منطقه‌های وسیع پاکستان و افغانستان کافی است. دادگاه ولایت ختلان یک جوانزن 30 ساله را با گناه پیروی به گروه‌های افراطگرا به زندان محکوم کرده است. در این دادگاه روز 1 ایول بر رادیو آزادی گفتند گنجین اشور و ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی و کارمند سابق تاجیک صادرات بانک با گناه پیروی به جریان سلفیه به 1.5 سال زندان محکوم شد. وکیل دفاعش میگوید زیر حمایتش قسماً گناهش را اعتراف کرد. از این پیشتر در ماه می دادگاه ولایت ختلان 5 نفر دیگر از جمله لطف‌الله شریپوف و شوهر گنجین اشورова را با گناه برانگیختن عداوت ملی و مذهبی و عضویت در گروه افراطی به 13 سال زندان محکوم کرد. مفتشان میگویند همه این افراد پیرو یک گروه 21 نفری جریان سلفی هستند که فعالیت آن در تاجیکستان به عنوان یک جریان ارتجاعی ممنوع شده است. یکی از نقاشان معروف تاجیکستان میگوید مبلغ جایزه را که چند پیش به دست آورد برای یتیمان و محتاجان صرف میکند. وفا نظرف چند پیش سزاوار جایزه ستاره اتحاد شد که 2 میلیون روبل معادل 30,000 دلار را تشکیل میدهد. نقاش تاجیک که در یتیمخانه بزرگ شده است روز 1 ایول بر رادیو آزادی گفت بخش بزرگ این جایزه را به استادانش و یتیمخانه تقدیم میکند. خودم اونجا تربیت افتادگی بابای رسیدگی خوندن کلام کردن به این درجه رسوندن اینا قدر کنده کن. جایزه ستاره اتحاد را برای سهم نظر است در رشد علم و فرهنگ در قلمرو کشورهای مشترک المنافع هدیه میکنند. وفا نظرف این جایزه را روز 11 ایون در شهر مینسک به دست آورد. و یک تلویزیون سراسری روسیه نمایش سریال را شروع کرد که قهرمان‌های اساسیش مهاجران هستند. نمایش سریال سلام مسکو روز 30 ایون از طریق شبکه اول تلویزیون روسیه شروع شد و درباره جنایتکاری‌های مهاجران و همین گونه خوبی‌های آنها حکایت می‌کند. پاول باردین کارگردان فیلم گفته است می‌خواهد در ذهن بینندگان در روسیه این عقیده را تلقین کند که در بین هر قوم آدمی خوب و بد هست. در روسیه بیگانه ستیزی یکی از مشکلات جدی باقی می‌ماند و سالانه ده ها مهاجر به خصوص از آسیای مرکزی به دست سرتراشیده‌های روس کشته می‌شوند. گزارشی کامل در این باره با اخبار دیگر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.